بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا سوال آمده است که آیا ما یک روز و یا 2 روز پیش از رمضان روزه پیشواز رمضان گیریم و یا نگیریم؟ و اینچنین در تاجیکستان اکثریت برای پیشواز گرفتن رمضان 2 روز پیش از رمضان، حتی بعضی 3 روز پیش از رمضان روزه میگیرند. آیا در این باره حدیثی هست و آیا این سنت است یا نه؟ خواهر عزیز، درباره 1 روز پیش از رمضان روزه گرفتن و یا 2 روز پیش از رمضان روزه گرفتن، این خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که للاسف در تاجیکستان گمان میکنند که نه این ثواب دارد، در حالی که در ما حدیث ثابت آمدگی هست در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب های سنن از ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه، تمام کتاب های سنن این حدیث را با همین معنا در بر میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصومه. پیامبر میگویند شما رمضان را 1 روز و یا 2 روز پیش روزه گرفته پیشواز نگیرید، یا اینکه پیش از رمضان 1 روز یا 2 روز وقت مانده است روزه نگیرید، مگر اینکه یک نفر شما همیشه پنجشنبه و دوشنبه روزه میگرفت و این بار هم رمضان روز جمعه آمد و شما روز پنجشنبه چون عادتی یا معمولی روزه میگرفته، در این وقت روزتان رو گیرید، برای اون که شما همچون پیشواز نه، برای اون که همیشه پنجشنبه روزه میگرفتید روزه میگیرید. برای همین هم اینجا نفران زیادی که پیشواز رمضان گفته روزه میگیریم، برعکس این پیشواز نیست، این از روزه های مکروه است. نمیگویم که گناه کبیر است، مکروه است، برای اون که علل خصوص در این باره حدیث هست و جمهور علما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم این روزه رو روزه گرفتن مکروه می باشد. برای همین بهترش از این که خلاف یک حدیث کار کنیم، برعکس یک حدیث رو احیا کنیم و گوییم که 1 روز و یا 2 روز پیش از رمضان روزه پیشواز گرفتن را پیامبر منع کردند و نباید این روزها را ما